اینجا نکته مهم برای تربیت فرزندان. بیستودوهم، در برابر بی احترامی فرزندان قاطعانه عمل کنید. هرگز به فرزندانتان اجازه ندهید با شما یا هر فرد دیگر گستاخانه صحبت کند یا از زبان آزاردهنده استفاده نماید. اگر این چنین زبانی را به کار برد، قاطعانه به او یادآوری کنید که هیچ گونه بی احترامی را تحمل نخواهید کرد. شماره 23، برنامه تربیتی خود را به دیگران منتقل کنید. دیگر مراقبان فرزندانتان، اهم از همسر و مادرکلان را برای تقویت ارزش‌ها و رفتاری که می‌خواهید در فرزندتان ببینید بسیج کنید. این برنامه تربیتی می‌تواند شامل هر چیز باشد، از گفتن ممنونم تا مهربان بودن با دیگران و ناله نکردن. سه سوال را هر روز از فرزندتان بپرسید. هر روز 3 سوال که مخاطب آن فرزندتان باشد را از او بپرسید. هنر مکالمه مهارت اجتماعی مهم است که اغلب والدین در آموختن آن به فرزندان غفلت می کند. هنر برقراری مکالمه را در فرزندتان با پرسیدن سوالات مانند اینها ایجاد کنید. زمان در مکتب برایت چگونه گذشت؟ در مهمانی چه کارهایی انجام دادی؟ و فردا بعد از ظهر کجا می‌خواهی بروی؟ شماره 25، این جادو را به فرزندتان بیاموزید. به آنها بگویید که همیشه به رنگ چشمهای دیگران دقت کنند. هدایت توجیه کننده به چشم دیگران باعث برقراری تماس چشمی با آنها می شود و به یک کودک مردداً کمک می کند با اعتماد به نفس سر به نظر برسد و به هر فرزندی کمک می کند قاطع تر باشد و دیگران کمتر جرأت پیدا کنند تا فرزندتان را تحت تاثیر ببرد. شماره 26، احساسات عمیق فرزندتان را تصدیق کنید. زمانی که شکست سخت را پشت سر گذاشتید، از او بپرسید چه احساسی داشتی و فکر میکنید چه چیز حالت را بهتر میکند و سپس به حرفهای او گوش دهید. اگر به او اجازه دهید درباره اوقات تلخیش حرف بزند و خود را تخلیه کند، خیلی راحت تر حالش خوب می شود. شماره 27، به فرزندتان بیاموزید شهروند مسئول باشد. در تمامی ایام سال راه‌های برای کمک به سایر پیدا کنید. انجام کارهای داوطلبانه در جامعه احساس خود ارزشمندی را در کودکان شما شکل می‌دهد. شماره 28، این ذهنیت را همیشه مد نظر داشته باشید که هر کودک گرامی و ارزشمند است، اما هیچ کودکی هرگز
مرکز جهان خلقت نیست و همین طرز فکر را به او منتقل کنید. شماره 29. به او بگویید آدم خوب کیست؟ این کار را زود آغاز کنید. برای مثال زمانی که داستان قبل از خواب را برایش میخوانید، از فرزندتان بپرسید که کدام شخصیت مهربان است یا بدجنس و بررسی کنید که چرا اینطور فکر میکند. شماره 30. به آنها توضیح دهید چرا ارزش‌ها مهم هستند. جواب ساده این است که وقت شما آدم مهربان، بخشنده، صادق و مؤدب هستید، افراد در کنارتان احساس خوب خواهند داشت. مهمتر این که شما درباره خودتان احساس خوب خواهید داشت.